به این هرم بزرگ میگن گیزا. بنایی که بیشتر از 4600 ساله تو بیابونای مصر قرص و محکم سر جاش وایساده. این هرم تا قرنها بلندترین سازه کل دنیا بوده، چون طوری ساختنش که تا ابد دووم بیاره. از هر چیزی که فکرشو بکنید جون سالم به در برده. 2,300,000 بلوک سنگی که بعضیشون تا 50 تن وزن دارن این هرم رو تبدیل به یکی از سنگین ترین چیزایی کرده که آدمیزاد تا به حال ساخته. کف این هرم تقریباً اندازه 7 خیابون تو نیویورکه و صافه. یعنی حتی 2-3 سانت هم کج نیست. 4 طرفش هم با دقتی مثال زدنی رو به 4 جهت اصلی قطب نما ساخته شده. اونم هزاران سال قبل از اینکه اصلاً قطب نما اختراع بشه. تا همین امروز هم هیچ کس دقیقاً نفهمیده که چجوری ساختنش. حالا برای اینکه راز ساخت همچین هرم بزرگی رو بفهمیم، قرار 3 تئوری رو با همدیگه بررسی کنیم. با خوفو آشنا بشین. یکی از فرعون‌های مصر باستان، پادشاه ثروتمندترین کشور روی کره زمین و البته یه خدا. چون قراره تا ابد زندگی کنه، پس یه خونه ابدی هم لازم داره که خراب نشدنی باشه. پدرش اسنفرو اینجا خاک شده. همون فرعونی که به مصری‌ها یاد داد که چجوری یه هرم بسازن. ولی هرمای اون یه خورده کج و کوله بودن و یه جای کار میلنگیده. خوفو گفت من بهترشو میسازم. رود نیل هر سال طغیان میکرد و خاک حاصلخیزو به زمینا میداد. اینطوری مصریای باستان میتونستن کلی محصول تولید کنن تا شکم کارگراشون سیر باشه و یه ارتش آماده هم داشته باشن. ارتش هم مرتب میرفت همسایه ها رو غارت میکرد و پول و پلشون رو برای فرعون می آورد. خلاصه که خوفو پولش از پارو بالا میرفت. اما همه چیز که پول نیست. خوفو به باهوشترین معمارم احتیاج داشت تا هرمی طراحی کنه که ابدیتش رو تضمین کنه. برای این کار فقط یه نفر مناسب بود. داداش ناتنی خوفو، همیونو. این بشر انقدر نابغه بوده که اصلا انگار برای همین کار به دنیا اومده بود. نقشه هرمش فقط یک کپی از کارهای باباش نبود، بلکه از هر نظر از اون سرتر بود. اون یه هرم خیلی بزرگتر، پیچیده‌تر و امن‌تر از هر چیزی که تا اون موقع ساخته شده بود رو تو ذهنش داشت. نقشه همیونو این بود که هرم رو یک پارچه از سنگ بسازه. داخلش 3 اتاق دفن وجود داشت که هر کدوم به یه راهرو ختم می شدن. اولی زیر زمین بود، دومی پشت یه دیوار کاذب، راهرویی که به 3مین و بلندترین اتاق دفن می رسید یه دالان باشکوه با سقف‌های طاقی سرگیجه آور بود که بهش می گفتن تالار بزرگ. اتاق پادشاه هم از گرانیت صورتی ساخته میشه که سنگاشو از یه معدن دورافتاده در شهر اصفهان می آوردن. این سنگا به قدری دقیق کنار هم چیده شدن که حتی یه سوزن هم بینشون جا نمیشه. وقتی داخل هرم کامل شد، بیرونش با سنگای سفید آهکی صاف پوشیده میشه، چون قرار بود زیر نور آفتاب برق بزنه و زیر نور ماه بدرخشه. در نهایت یه تاج طلایی به اسم هرمچه بالای این هرم قرار میگیره. حالا خوفو آماده یه زندگی جاودانه است. همیونو وقتی برای تلف کردن نداشت.
هرم باید تا جای ممکن سریع ساخته میشد تا حداقل یکی از اتاقای دفن قبل از مرگ خوفو آماده باشه. همیونو حساب کرده بود که هرم بزرگ به چیزی حدود 25,000 تا کارگر احتیاج داره که این بخش قابل توجهی از جمعیت 1 میلیونی مصر باستان بود. ولی دقیقاً چجوری این کارو کردن؟ خب باید بگم هیچکس نمیدونه. صدها ساله که سر این موضوع دعواست و همه دائم دارن شواهد باستانشناسی جدید و شگفتی‌های مهندسی عجیب و غریب پیدا میکنن که باعث به وجود اومدن تئوری‌های جدید میشه. ما 3 تا تئوری علمی رو به ترتیب از آسون به سخت توضیح میدیم. تصور کنید شما به همراه چند نفر باید یه بلوک سنگی که وزنش به اندازه یه اتوبوس 2 طبقه است رو 130 متر بالا ببرین. تنها ابزاری هم که بهتون میدن یکم طناب، چوب و یه مقدار قلوه سنگه. به نظرتون ساده ترین راه واسه بالا بردن این بلوک سنگی چیه؟ باید سنگ رو روی یه سطح شیبدار یا همون رمپ بکشین بالا. هرچی هرم بلندتر میشد، رمپ هم بلندتر و درازتر میشد. این تئوری خیلی منطقی به نظر میرسه. کلی هم شواهد باستانشناسی هست که نشون میده مصری‌های باستان همیشه از رمپ‌های بزرگ برای ساخت و ساز استفاده میکردن. اما مشکل از جایی شروع میشه که هرم خیلی بلند میشه. برای رسوندن یه سنگ 2 تنی به بالا یا باید شیب رمپ خیلی تند باشه یا خیلی طولانی. شیبم نباید زیادی تند باشه چون کارگرها از نفس میافتن. مهندس‌ها حساب کردن که شیب بیشتر از 8% برای کارگرای معمولی کشنده بوده. در نتیجه رمپ باید خیلی ممتد میشد، یعنی بیشتر از 1 کیلومتر. مصالحی که برای ساخت این رمپ لازم بود 3 برابر کل خود هرم میشده. هیچ اثری هم از همچین رمپ غولاسایی تا به الان مشاهده نشده. آخرای دهه 90 میلادی یه مهندس فرانسوی به اسم ژان پیر اودن داشت یه مستند در مورد اهرام میدید. هر جور که فکر میکنه میبینه تئوری رمپ بیرونی با عقل جور در نمیاد. این آقا بدون اینکه چیزی از مصر باستان بدونه یا حتی هرم رو از نزدیک دیده باشه، سالها مثل دیوونه‌ها روی این موضوع کار کرد. بیشتر باستانشناسان مصر تحویلش نگرفتن و گفتن این فرانسوی چی حالیشه آخه. تئوری اون کم کم مورد توجه قرار گرفت چون خیلی از جزئیات رو توضیح میداد. حالا تئوری این آقا چی بوده؟ مصری‌ها برای بخش اول هرم تا ارتفاع 60 متری از یه رمپ بیرونی کوتاه استفاده کردند. در ادامه از تالار بزرگ به عنوان یه سیستم وزنه تعادلی هوشمندانه برای بالا بردن سنگ‌های گرانیتی فوق سنگین 50 تنی استفاده کردند. یه واگن پر از سنگ و بالای تالار بزرگ میذاشتن و با طناب به بلوک گرانیتی وصلش میکردن. وقتی واگن سر میخورد پایین، اون بلوک گرانیتی سنگین از اون طرف کشیده میشد بالا. جزئیات عجیبی مثل نیمکت‌های سنگی داخل تالار بزرگ این تئوری رو منطقی جلوه میده. وقتی سنگا سر جاشون قرار میگرفتن، رمپ بیرونی رو جمع میکردن و با بلوک‌ها شروع میکردن به ساختن بقیه هرم. این رمپ از داخل هرم به صورت زیگزاگی بالا میرفته. واسه اینکه سر پیچا راحت‌تر بتونن سنگا رو بچرخونن، یه فضای خالی ته هر رمپ میذاشتن. جالبه بدونین یه فرورفتگی عجیب تو هرمه که دقیقاً با پیشبینی اودن جور در میاد. سال 2024 کلی مقاله تو روزنامه‌ها چاپ شد که بالاخره راز اهرام فاش شد. با این تیتر که کلید ماجرا رود نیله. در حال حاضر فلات گیزا چندین کیلومتر با رود نیل فاصله داره. ولی اون موقع اینطوری نبوده. یه تحقیق جدید نشون داده که یه کانال مدفون شده از نزدیکی فلات گیزا عبور می‌کرده. این یعنی این که سازنده ها احتمالاً سنگا رو با قایق می آوردن تا پای هرم. اما برای بالا بردنشون چی؟ استفاده از قدرت هیدرولیک، یعنی یه آسانسور آبی. اینطوری بوده که آب بارون و سیلاب رو
توی سد جمع می‌کردن و با کانالای زیرزمینی می‌فرستادن توی چاه عمودی وسط هرم. یه سکوی چوبی سنگین روی سطح آب شناور بود و کارگرها سنگا رو روی اون قرار میدادن. بعد با باز و بسته کردن دریچه ها سطح آب رو بالا و پایین می بردن و به این ترتیب سکو مثل آسانسور سنگا رو بالا و پایین می برد. در هر صورت هنوز هیچ نظریه‌ای به طور قطعی تایید نشده، ولی چیزی که واضحه اینه که ساختن همچین هرمی یه شاهکار معماری و مهندسیه. به نظر شما چطور ممکنه یه بنای به این بزرگی ساخته شده باشه ولی حتی یه نقشه، یه طرح و یه دفترچه یادداشت هم ازش باقی نمونده باشه؟